مدرسه باغچبان یزد با دانش آموزانی ناشنوا. برای حل این معادله چیکار می‌کردیم؟ نداشتن این حواس 100% تبعات خاص خودشو داره. اما نازنین فاطمه که علاوه بر ناشنوایی نابیناست. نازنین سلام خوبی؟ زندگی در دنیای سکوت و تاریک. چطور می‌خوانی بچه آموزش بگیره؟ هم مشکل شنوایی داره هم مشکل نابینایی داره. اما با حضور معلمی به نام خانم میردهقان دنیای سکوت و تاریک روشن شد. فصل پاییز چیکار میکنیم؟ آموزش در این شرایط به تدبیر و ابتکار نیاز داره. تمام حروف رو با لمس صورت، لمس اندام گفتاری، لمس دست با این بچه کار میکنن. مثلا ب اینجوریه. نازن چی؟ بگو. ب. خیلی دلسوزانه با این بچه رفتار کردن، آموزش بهش دادن. روز به روز بهتر شد. ای چیه؟ مو آفرین. ای چیه؟ ابرو. خواستی من باش بریل کار کنه، مجبور شدم که خودم هم بریل رو یاد بگیرم. بگو. مامان. بنویس. کم کم کلمات بر زبانش جاری شد. نو آفرین. آفرین. دقیقاً پای فاطمه نشستن دیگه. اما جالبتر از اینها رابطه این معلم و شاگرده. بشین من الان میام. بشین. یک لحظه نازنین فاطمه سادات بدون معلمش نمیتونه باشه و بیقراری میکنه. اگه 5 دقیقه ازش دور باشم مدام صدا میزنه خانم بیا خانم. بله. یعنی این قد دست به سر صورت این خانم ماله قد دست این خانم میبوسی که اصلا دل آدم کرد. واقعا من فکر میکنم که مادر دوم فاطمه. مثل بچه خودتون دیگه. بله حتما. همه معلم ها رو به صف کردیم و از نازنین فاطمه خواستیم خانم میردهقان رو پیدا کنه. پناهی غیر آغوشت ندارم. دوست دارم که هر کلمه یا هر حرف یا هر محتوای آموزشی که بهش میگم باعثی بشم که این دنیای سکوت و تاریکیشو واقعا از بین ببرم. کم کم این همه عشق و محبت نتیجه داد. 18 تا از 32 تا حرف فارسی را تا به حال یاد گرفته. مثلا من کیم نازن؟ خانم. مثلا مامان. بگو. تا جایی که فاطمه دانش آموز کلاس اول ابتداییه و دانش آموز ممتاز این مدرسه.